تو هنوزم دوستش داری ولی دیگه نمیخندی. هر روز با یه حس سنگین بیدار میشی. یه چیزی تو دلت میگه این رابطه داره خفم میکنه، اما یه صدای دیگه میگه شاید من زیادی حساسم. اگه این حس برات آشناست باید این ویدیو رو تا آخر ببینی، چون امروز درباره یه چیزی حرف میزنیم که خیلی‌ها ازش فرار میکنن: رابطه های سمی. رابطه سمی یعنی جایی که عشق و درد با هم قاطی شدن، جایی که دیگه نمیدونی دلیل موندنت عشقه یا ترس از تنهایی. رابطه سمی فقط فریاد و دعوا نیست، گاهی با سکوت، با نادیده گرفتن، با جمله‌های شوخی‌آمیز یا حتی با لبخند ادامه پیدا میکنه. این ویدیو قرار واقعیت رو بهت نشون بده، بدون قضاوت، بدون نصیحت، فقط حقیقت. 5 نشانه‌ای که اگر در رابطت هست باید خیلی زود دست از توجیه کردن برداری. نشانه اول: کنترل پنهان، آزادی که آروم آروم از بین میره. رابطه‌های سمی معمولاً با کنترل شروع میشن، نه با خشونت. اولش از روی عشق به نظر میاد، میگه من فقط نگرانتم، نمیخوام کسی آزارت بده، اما کم کم دایره آزادیت تنگتر میشه. اول از دوستات فاصله میگیری، بعد از خانواده‌ات و بعد حتی از خودت. دیگه لباس مورد علاقت رو نمیپوشی چون اون دوست نداره. دیگه با کسی درد و دل نمی‌کنی چون اون ناراحت میشه. اینجوری بی صدا کنترل کامل زندگیت رو ازت میگیره. کنترل نشانه عشق نیست، نشانه ناامنیه. آدمی که خودش با ترس و ضعفش روبرو نمیشه سعی میکنه تو رو کنترل کنه تا احساس قدرت کنه. و وقتی تسلیم این کنترل شدی کم کم هویتت رو از دست میدی. این وقت حتی نمیدونی بدون اون کی هستی. نشانه دوم: تحقیر، شوخی‌های آزاردهنده و خرد کردن عزت نفس. هیچ چیز مثل تحقیر آروم و بی صدا روح آدمو نمیکشه. وقتی هر بار که اشتباه میکنی به جای حمایت تحقیر میشی. وقتی میخوای نظر بدی و اون فقط لبخند میزنه و میگه باشه تو هم نظرتو بگو. تحقیر میتونه در قالب شوخی باشه. تو جمع یه جمله میگه که همه میخندن جز تو. اما چیزی که واقعا دردناکه اینه که کم کم باور میکنی حق با اونه. دیگه از خودت دفاع نمی‌کنی چون خسته ای. و وقتی عزت نفس فرو میریزه اون رابطه دیگه عشق نیست، اسارته. کسی که دوستت داره تو رو بالا میبره، نه اینکه فقط وقتی تو پایین تری احساس قدرت کنه. نشانه سوم: گسلایتینگ یا بازی خطرناک با واقعیت ذهن تو. گاهی طرف مقابل کاری میکنه که حتی به حافظه خودت شک کنی. بهش میگی تو اون روز گفتی که از من خسته ای، میگه نه تو اشتباه شنیدی، داری دیوونه میشی. یا وقتی ناراحتی به جای همدردی میگه تو زیادی حساسی. همین جمله ساده یکی از مخرب ترین سلاح‌های رابطه سمیه. کم کم به احساسات خودت بی‌اعتماد میشی و این دقیقاً هدفشه، از بین بردن حس اطمینان درونی. چون تا وقتی ندونی چی درسته اون میتونه هر چیزی رو درست نشون بده. گسلایتینگ یعنی تحریف واقعیت تا کنترل ذهن. و بدتر از همه اینکه وقتی ازش جدا میشی مدت‌ها طول میکشه تا دوباره به قضاوت خودت اعتماد کنی. نشانه چهارم: بی‌توجهی، سکوت و بی‌احساسی. در رابطه سمی یکی حرف میزنه و یکی فقط سکوت میکنه، نه از روی احترام بلکه از روی بی‌تفاوتی. بی‌توجهی نوعی تنبیه احساسیه، یعنی تو ارزش پاسخ نداری. گاهی طرف مقابل میفهمه چی ناراحتت کرده ولی عمدن کاری نمیکنه چون میخواد تو برای برگشتش تلاش کنی. این رفتار باعث میشه مدام دنبال تاییدش باشی، دنبال یه لبخند، یه پیام، یه نشونه کوچیک از محبت. ولی رابطه‌ای که در اون محبت به پاداش تبدیل بشه در واقع یه معامله احساسی ناسالمه. عشق واقعی سکوت نمیکنه، گوش میده. عشق واقعی نادیده نمیگیره،
درک میکنه. نشانه پنجم، چرخه تکرار، عذرخواهی، آرامش و دوباره درد. رابطه سمی شبیه یه سریال تکراریه. هر فصلش با اشک تموم میشه و با قول تغییر فصل جدید شروع میشه. چند روز خوب، بعد دوباره همون آدم سابق برمیگرده و چون تو عاشقی میگی شاید این بار فرق کنه، ولی فرقی نمیکنه. هر بار بیشتر خودت رو از دست میدی. مغزت به این نوسان عادت میکنه. درد، آرامش، درد، آرامش و اسمش رو میذاری عشق. ولی اون فقط اعتیاد احساسیه و تا وقتی این چرخه رو نشکنی، حتی اگه از اون جدا بشی، رابطه بعدیت رو هم با همون الگو خراب میکنی، چون زخمی که درمان نشه قطعاً تکرار میشه. بخش پایانی، خروج از رابطه سمی. حالا سوال اینه، چطور باید از یه رابطه سمی بیرون اومد؟ اول از همه با پذیرش. تا وقتی انکار میکنی زندانی میمونی. دوم، با شناخت. بفهم چی تو رو نگه داشته. عشق نیست، ترسه. ترس از تنهایی، از قضاوت دیگران، از شروع دوباره. سوم، با بازسازی خودت. دوباره با خودت وقت بگذرون. دوباره چیزهایی که دوست داری رو انجام بده. حتی اگه اولش پوچ به نظر برسه. ادامه بده. و در نهایت به یاد داشته باش، کسی که در رابطه سالمه خودش رو فراموش نمی‌کنه. عشق واقعی رشد دو نفره است، نه بقای یکی به قیمت نابودی دیگری. تو حق داری در رابطه‌ای باشی که باعث لبخندت بشه، نه اضطرابت. اگه این ویدیو برات مفید بود، اون رو لایک کن و کانال لکسومدیا رو سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو بزن. ما سعی میکنیم در لکسومدیا نقشه راه زندگی هوشمند رو برای تو قرار بدیم، با ویدیوهای کوتاه، خلاصه اما مفید.